سلام و درودی به پایان با کلی هموطنان، با کلی سربازان، با کلی افسران، با کلی مردمی تاجیک مسلمان، تمام همزبانان و چهارزبانان روی دنیا. سلام درودی خدمت به همه شما میرسانم و اگه هم یک ماه رمضان در نظر دارم، تو یک ماه بود که من در سفر بودم. هر روز با تمام ناحیه ها با تمام رایان ها قریب کی رفتیم. اول من میخوام که رحمت بگم کارکنای بدیه را، گیاه را، هزار رحمت شما دو برادرای عزیز که باور میکنید مرا خیلی قوت همین گیاه دادم بکنید. میرم در رفته استم، من میگم بابا آجی دوست مرد کجا رفته استی؟ مقصد پیش بیمارو میگم ها، میگه قند ازم آفرین حرکت که ما ایما نه دکمنت میپرسن نه حجت میپرسن، مقصد نه یک همین میبینن دو چیز میتونم میگن روی سفید برای کو ببینن که چقدر مقصد غم خلق دارن همیان، چقدر میبینن که من پیش بیمار رفته استم، میدونن که من میگم عرض تماشات میکنیم حرکت کن، نمیگن تو تیز اومدی، نمی حرکت کن میگن. مقصد که هزار رحمت گیو، هزار رحمت میگم اینامی همیشه بیمارو، اینامی همیشه مقصد برادرای خیرخواه شما را ما اینامی همی برادرای ما گیو شما را کارکنای بدیار را ما رحمت میگم که اینقدر قدردانی میکنن، اینقدر جوش میاد، تیز میاد، جوش میاد. مقصد که همش با زبان خوش ما را خوش آمدید میگن، حرکت که میگن، و راه ها را نشان میدن که فلان راه فلان خیل میرن. مقصد اول گیاه را رحمت میگیم، هزار رحمت کارکنای بدیار و ما در راه همه چقدر وام میخریم برادران. اینا ببینید ما در راه در یک راهی رفتگیم با چی وام میخریم، همین راه خواستم که شما ببینید. یک جا تماشا میکنیم، ملخ ریزی را میبینیم، باور میکنیم ملخ با طور سرما رنگ ابر میگذره، سرک مولو میگذرن، مول گذری را میبینیم، چیا را میبینیم. اینا ببینید خودتون. مقصد تنها برای تماشای شما، ایش برای تماشای شما که همین پادکست‌های ما تماشا کنن، همین حالات رو حلاوت ببرن برای شما. رفتیم دوستان عزیز، راه قرغون تپه دنگره، این دنگره ما طرف قرغون تپه رفتیم. همه جا کار سر دیگه راه رفتیم بچو، راه کار سر کردگی ان شاء الله که این دنگره تا قرغون تپه دیگه نشکمد آونو به جون باید راه دا کار سر شد. خریزی رو بی مالا خریزی دا کامره سوز نمید تو کامره سوز روی ده حبی دستی evet ama zaten sen her şey zaten ama bu da zaten maktabı güzeldi. Yapayım bak. از بیاد ما مان کنم. دوستای عزیزی ملخ بینیم. خیلی خام داده. کی خیلی گپش بینیم. عزیز ولی بیست Yefru. یفرون Ya malak. ملخ بینیم باش. همین ملخ. خورده رفته سندیدستین ملخ. ملخ بینیم. نه وجود گذاشته نه که ابر هم خیلی بالای سر مونده نه که ابر باور میکنه. گفتم سیاه چیه نگاه میکنم ملخ بینیم. همه چی را یعنی خورده رفته استیان همه چی را. داداش چی نمونده دیگه. همین دوا با طور ماشین رو رنگ ابر گذاشتم خیلی. همین مقصد داره اینجا بینی سایه رو ببینیم ده اینه. مقصد که اینه مومام خدا رحمت
حضرت مومن گفته بود که در همون دهه‌ای که ملخ بیاید همون دهه در کمبغلی میاید. مقصد همه چیز ملخ میخوره. انا در دهه‌ای که سوچ قره سوچ میگن که سوچ آنو سوچ به دهه ده مقصد همون سال بویگری میاید و همین حضرت مومن ما میگه گفته بود. باور میکردن که ابر به طور سر گذشته سوال اگر ای پیش ما برآمدن با بنوار میگیریم. ها که برادر عزیز در راه همه چی رو میبینیم. ملخ ببین. ما رفتیم بود در راه اینجا دارم من بخوام چیز هست نگاه. نگاه ابر نگاه اینه چیز هست نگاه. دیدست مردم اینجا ملخ ریزی رنگ ابر بود نباتاری ماشین رفت. ملخ ترق درو والا بابی پیش بین اینجا تو با کم شد رنگ ابر بود اینجا دیدست کم ماشین رفت و مدستیان کمان اونجا ماشین کی میاد نه یه ابر بوده یلا برو اینجا بسیار میره قدرت خودت تو ملخ بسوده بابا چرا برادران عزیز در تاجیکستان عزیز ما بهار حکمرانی دارن که میگه تابستان در گندش دیگه رو ببینید خاک همه رو بفکر ملخ خورده رفته گیره ملخ هم جایی در بشینه هم که همش هم میخورن من خدمت خیلی ملخ با ما نودیم رنگ ابرایی و هم میگه رنگ ابر همیشه از پید نکده با نور بگیریم رنگ ابر گذاشتم توبه اینه بی هم قاق شده اینا دوستان عزیز اینا نمیدونم 20 هم خیلی سرک گذاشته استی سرک میگن اینا سرک سرک ها رو بینیم برادرها جایلو برده است یا نمیدونم که از جایلو برده است یا نسیده من نمیفهمم کلوشم نه گوسپانده سرک میگن سرک انکه برادرها در راه ما بسیار که میگردیم چی وقتی ما میخوریم برای هم کم بنوار گرفته شما نشان داده که هم خیلی مقصد